دوستای عزیزم کم کم بریم در سرسیه برید نه آقای امید؟ آره سرسیه سرسیه اینجا شش برجه آره بخیر مو د موتور مری دیگه سرسیه ناور بخیر بریم بازار رسایل که نکشی گبایه مردم ها سودگری چطوره کاربار هستن نیه بله نقد آقای امید عزیز همکاری نه دیگه بریم یک چکر هم باشه باز بیننده ها هم ببینه که واقعا یاد ناور رفت در سرسیه نرفته میریم دیگه میده دوستای عزیز امی رای عمومی آقای امید آره طرف مالسان مره نه مالستان سربلا مره او دیگه نه نمیه امی رای آره سربلا مره بله واقعا ناور هم خوب جایه مالستان مره دیگه این سرچه که مره او سر ناور مره جاوری مره بله واقعا ناور که هست ناور خوب آب و هوا داره سرسبزه یخه برای تابستان خوبه دیگه زمستان خیلی سرده اینجا برف میزنه سرده نه؟ آدم برشته نمیتونه خیلی سخته خیلی دیگه کری خانوار گنبزی جور منه خوبه نه؟ آره خیلی خوبه خانهایی که گنبزیه واقعا خوب خانهایی گرمه دیگه فصل زمستان نه؟ اون پس دور نبوده سرسیه همین بازاره دیگه کم کم دارن میرسیم دوستای عزیزن در بازار نزدیک کدیم بخیره بازار سرسیه یا چی بخیری روهای از مو بتونیم مالی ما رفت خیلی شلوغ بود کشف فش بود بسیار بیتر شلوغ هم بود آقای امید سلام خوبی؟ دکتر صاحب خوبی جان تجاره بخیری از زنده و سلامت باشی چطوره ناور خیلی خوب جایه دکتر صاحب دیگه اینجا چیه سرسیه دیگه سرسیه ناور تینه بازاره بله او بازار شمیه دیگه سرک عمومی اینجا به پازه یعنی دور به پازه تیلو خب این دور به پازه مگه خب او طرف چی مگه؟ او دور بخارا مگه دیگه او سر ناور مره بله دیگه اونو دور دشت مره درست آره دکتر صاحب خیلی جای خوبه نه؟ خیلی اینجا جو اون چه مال چه بسیار آره مال داره گاو داره دیگه کار داره للمیزار داره اونجا کلا ناویه دیگه او دور که للمی خیلی زیاد داره دکتر صاحب بله آره واقعا جای خوبیه آره دیگه خیلی خوب جای اینجا چمن خیلی خوب جایه دیگه برای تابستان نفر از در جای می آید چکر آره چکر می آید او دور که مره سمت بایی و بخارا مره او دورا مره درسته آره واقعا بهترین جای تشکر امروز شما بودیم آقای امید عزیز ما را آوردی اینجا چکر واقعا جای با حال دوستان عزیزم که میبینید واقعا ناور در فصل تابستان بهشت روی زمین خیلی خوب جایه هم هوا خونگه این مال دمی شود دو کم بلبلی آره دیگه هوا واقعا عالیه نه دوستای عزیز تصویرها ها را که میبینید در کل نمای قشنگ ناور این امروی آقای امید یک جای هستیم دیگه نمینجی در سرسیه ناوره نه این بازاره دیگه دکان قصابی همه چیز است اوتالنجی قبلا که بود زمانای وقت که شلوغ پلوغ زیاد بود مردم زیاد از این مسیر عبور مرور میکرد نه؟ آره فعلا که هست کم رنگ کم شده بله انشالله که دوستان خوش باشید این هم گزارشی تازه از سرسیه ناور آره دیگه اینجا خوش باشین تفریح گمادید یعنی مسیر به پازه به نام به پازه
دیگه بالتر سرسیه مگه به نام سرسیه. درست. آره اون بال دکانه اینجی تینه بازاره دیگه. این تیلون چی به پازه اینجی. بله این به پازه. آره تاله به پازه اینجا. درست. بخیر و سلامت باشید دوستان عزیزات. امید جان کار مار نداره واسه مثلا دست درد نکنه دیگه دکتر صاحب. بخیر و سلامت باشی. خوش شدم امروز همراه شما بودیم. خدا حافظ دیگه دوستای عزیز. خدا نگهدار. دوستای عزیز و گل رسیدیم در شش برجه ناور. درسته آقا؟ 6 برج در اینجا. 6 برج در واقعا جای خیلی خوبیه آقای امید. آره دکتر صاحب این 6 برجه به نام 6 برجه یاد میشه. اوه دیگه اینجا 6 برجه. بله سالهای سابق جور شده دکتر صاحب. دیگه امی پخسه مخسه که از دیست چی مپریدی تایگیل میکرد نفرا را. تایگیل میکرد خلاص. آره نفرایش خیلی کم دیگه ساخت بوده. بله ای ده 6 ماه اینمی قلار جور کده. تو ده 6 ماه جور کده 6 برج هم هست. 6 برج ای خیلی گاق نرگه و این چیزا گیلچ پخته میکرد. امکانات نبود دیگه دکتر صاحب. بله آره واقعا جای جالبه نه؟ آره این منطقه نو باش بریم داخل چی گه؟ داخل چیم یک چکر بریم. اوکی میده بریم. واقعا بسیار یک نمای خوب شم بوده، یک جای خوب هم بوده. یال داخل چرا بخی آقای امید خراب کده نه؟ داخل خرابه دیگه کس نیه نشده. داخل خانه بود تقریبا 12 خانه بین ای زندگی. بریم که داخل 6 برجه رو ببینیم اوه دوستای عزیز. به چی یک جایی چی کلان هم بوده ده نه جایی است بوده که خر بوده که گاو بوده. تو دو سه 4 5 6 هر رقم چیز داره مرغ داره فکر کنم. پرنده هر مدل پرنده داره فکر کنم. پرنده زیاده. یال دیگه کس نمانده این پرنده مانده. دیگه شما بچه ها باز غیتا فوتبال منه اینجا. آره دوستای عزیز این خود 6 برجه هم دیم. پس سید امید موسوی همراه سید امید موسوی عزیز که واقعا رفیق صمیمی هم شدیم دیگه. یم کس از ایران هم ده چند مدت میشه. واقعا ناور دانه به دانه گشتیم. آره ناور بلدی دیگه. جور باش آقای امید. بیش بریم که مرغا و پرندار هم سیل باشی. جای است مست بوده ده چی بوده ده؟ جای است بوده. قبلا است مست اینجا بستم. آره خور بوده ده. تو نه خانه بوده. خانه بوده ده. تاق بوده ده. تاق دیده اینو؟ تاق اینجا خیلی جالبه. خیلی جالبه. اینم تاق بوده ده. جاگه تو پنگ بشته ده. جای مردم جنگ مفته ده. به خدا نگی تو جایایی هست که آقای امید که خیلی قوی جایایی باش. پرنده زیاد همین شوخ پاخی قدر منه که بر یش دمی برج ازی بالشونم کچی گوه باش. میده دمی برج ازی بالشونم که چیز گوه هسته. این هم 6 برجه ناور دوستای عزیز. این هم یک برج ازی که ما بروشون ده برج ازی طرف یک تیکه سرسبز. جایای دوستای عزیز که میبینید 6 برجه ناور را دیدیم.
این دیوارار دیگه قرقره. خب دیگه آقای امید قرقره بریم دیگه. دیدیم واقعا لذت بردیم بسیار. یک قبلا خانه خیلی زیاد بود، تقریبا 15-20 خانه بود، اینجا کلا بیر نشده. به خدا یک دفعه که پراکندهش مردم دیگه رفته خرابکاری. واقعا جای خوب. چی شیرین بویه مولا تو یک ده اینجا خیلی اینی شیرین بویه. آره دیگه هر رقم دوا داره این دستگاه اینجا. چی قشنگ گل گده، گل سرسبز داره واقعا. این خوب شد شیرین بویه را همینج دیدی. شیرین بویه خوب هست ولی اینا دیگه بخی همینج دیده. من حیات بین قلایه، بین قلا بخی سوید دیگه قلا. از بس گیلای ازی پخته بوده دیده؟ گاو پخته نرگاو. بسیار قشنگ. بیننده های عزیز اتاری همدرد مظفری، دوستای عزیز دکوم دیم بخیر بری جمعوری گیاهان دارویی اتاری همدرد. اتاری همدرد دنبال کنید دوستای عزیز، چون انواع و اقسام گیاهان دارویی را از مناطق زارجات جمعوری میکنم، تازه به تازه، سال به سال. قدیمی شد دیگه فایده نداره دوستای عزیز. یعنی این هم یک ترکیبی دوایی هست که ما جمع مونیم. بوترونگو موگه دوستای عزیز. این باید یک نوع گیاه دوستان عزیز ببینید. بیننده ها اینی که هست چوکری و هم گهی دیگه نوع باید خارمار نداشته شه. اینا هم باز ما میبریم میشوریم تمیز میکنیم باز خشک میکنیم. خیلی زحمتش زیاد است، با طعم و بوی و خواص خاص داره دوستان عزیز. خیلی مفید است برای چربین خون، فشار بال. انواع و اقسام گیاهان را ما جمع کنیم تا یک مقدار دوا تهیه کنیم برای مریضی های معده، فشار، چربین خون، گرده، سنگ کلیه، کسایی که مشکلی میگرین و سردردی داره، حتی میکروب معده داره، از 100% درمان میشه به شرط از این گیاه ها تازه باشه، تمیز باشه، خشک کنه، بسیار با نحوه قشنگ 100% مفیده دوستای عزیز. بخیر باشید. از این چوکری رواش که میگه چوکری میگه، چوکری او میگه، بوترونگو میگه، خیلی دواها هست که بخیر باشید دیگه. ما رو دنبال کنید. اتاری همدرد لایک و سابسکرایب یادشون نره.